سلام به همه دوستداران سریال های معمایی و مهیج. اگه شما هم مثل من از تماشای سریال اسکوید گیم نفستون حبس شد، پس امروز با یه ویدئوی ویژه طرفید. ما قراره بریم پشت پرده یکی از پرسر و صدا ترین و پربازدیدترین سریال های نتفلیکس و 5 راز باور نکردنی درباره اسکوید گیم رو با هم کشف کنیم که مطمئنا قبلا نشنیدین. پس اگه آماده اید بریم سراغ دنیای تاریک، رنگارنگ و رازآلود اسکوید گیم و حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. راز اول، سناریویی که 10 سال خاک خورد. هوان دون کیوک، خالق اسکوید گیم، سال 2009 ایده این داستان رو نوشت، اما هیچکس حاضر نبود روش سرمایه گذاری کنه. همه میگفتن خیلی خشنه یا مردم باهاش ارتباط برقرار نمیکنن. 10 سال گذشت تا اینکه نتفلیکس با اون تماس گرفت و بقیهش تاریخ شد. نتیجه یکی از پربازدیدترین سریال های تاریخ پلتفرم. اون چیزی که روزی همه ردش کردن امروز به پدیده جهانی تبدیل شده که حتی کشورهای مختلف لباسهاشو در هالووین میپوشن. راز دوم، لوکیشن ها واقعی تر از چیزی بودن که فکر میکنید. شاید فکر کنید بیشتر صحنه ها با CGI ساخته شده، ولی نه. برای مثال عروسک بازی، چراغ قرمز، چراغ سبز واقعا وجود داره و در یک موزه دهکده در کره جنوبی نگهداری میشه. سازه‌هایی مثل خوابگاه‌ها و پله‌های رنگی کاملا واقعی ساخته شدن، نه فقط برای بازیگران بلکه برای ایجاد حس تنش و خفگی واقعی. این لوکیشن ها باعث شد بازیگران بیشتر وارد نقش بشن و واکنش هاشون طبیعی تر باشه. یعنی همه چیز از روی ترس واقعی بود، نه فقط بازیگری. راز سوم، شماره تلفن جنجالی و دردسرساز. در یکی از قسمت‌ها شماره نمایش داده میشه که در واقع شماره واقعی یک شهروند کره‌ای بود. صاحب شماره روزانه هزاران تماس و پیام دریافت میکرد، تا جایی که حتی نمیتونست گوشی رو خاموش کنه چون برای کسب و کارش مهم بود. این ماجرا به یک بحران حقوقی برای نتفلیکس تبدیل شد و اونها مجبور شدن با صاحب شماره مذاکره کنن و بعد نسخه ویرایش شده سریال رو منتشر کنن. راز چهارم، پیشنمایش پایان سریال روی دیوارها. اگه دقیق نگاه کرده باشید روی دیوارهای خوابگاه تصاویری از تمام بازی‌ها وجود داشت، اما به صورت محو شده پشت تخت‌ها پنهان بودن. یعنی از همون اول بازی‌ها لو رفته بودن، ولی چون بازیکن‌ها وحشت زده بودن هیچکس توجه نمی‌کرد. حتی خود ما به عنوان بیننده بار اول متوجهش نشدیم. این جزئیات نشون میده که سازندگان چقدر وسواس روی طراحی داشتن. هر چیز در سریال هدفمند بوده، حتی تصویرهای پنهان روی دیوار. راز پنجم، شباهت عجیب با واقعیت و الهام از بدهی شخصی. هوان دون کیوک خودش زمان شدیداً بدهکار بود و حتی لپتاپ خودش رو فروخت تا زنده بمونه. همین تجربه واقعی الهام بخش شخصیت‌های داستان شد. شخصیت‌هایی که به خاطر بدهی وارد بازی میشن بازتاب خود نویسنده و دوستان نزدیکشه. این موضوع باعث شد بیننده‌ها بتونن راحت‌تر با داستان همزاد پنداری کنن. همین واقع‌گرایی اسکوید گیم رو فراتر از یه داستان ساده برد، به آینه‌ای از وضعیت اقتصادی مردم جهان تبدیل کرد. سریال اسکوید گیم فقط یه درام مهیج نبود. پشت ظاهر سرگرم کننده‌اش دنیایی از راز، درد، دمادگرایی و جزئیات پنهان وجود داشت. شما کدوم یکی از این رازها رو میدونستید؟ یا شاید رازهای دیگه رو خودتون کشف کردید؟ حتما برامون توی کامنت ها بنویسید.